خنده کاکاش خوب هستی؟ جان جو بخیر. چندیست تخمکا؟ دانه درپا. دانه درپا؟ خب حالا امروز مرمی تفنگچک هم اینجا بوده، کسی که تفنگچک نزده تا؟ خب چرا لباس های نو تا نپوشیدی؟ اید نکردی؟ پیسه ندارم. پیسه نداری؟ نفرختم چند تاشو فروختم یک چند تاش مانده. خب این تخما رو میفروختی که باز یکان چیز بگیری بخواد. چطور تا بال نگرفتی؟ پیسه نداشتی. پیسه نداشتی؟ خب خیر باشه، حالی تخمکای تام کم مونده خیر. ها؟ خب من این تخمای تام میخرم، میریم بخیر یک جایی که برات یک لباس ایدم میخرم، باز برو بخیر خانه که اید کنی. صحیح است بخیر؟ صحیح است. آفرین خنده کاکاش، خیلی بگی همین تخمکای تام بگی بیا بریم کتما. صحیح است؟ بیای تو گک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی خنده کاکاش؟ چی حال داری؟ ایدکت مبارک. خوب هستی؟ جان جور است؟ چی میکنی در این روز اید؟ کلا بچه ها ساتیری میکنن اینجا شدی؟ خب کلا اید نداشتیم، بیرون شدیم که یک چند روپا پیدا شد. خب؟ خیلی بریده تی چیز جور نکردی؟ نه دیگه کلا نداریم، پیسه نداریم. پیسه نداری؟ بازی چند کار کردی تا بالی؟ ما یک برس کنم اجازه هست بتایم. خب چند کار کردی؟ هیچ؟ خب خیلی تا بالی کارم نکردی؟ خیلی ما تو یک کار میکنیم خدا کنه، صحیح است نه؟ قبول میکنی؟ ما تو خیر میریم بخیر، یگان کلاگک خوب برات میخرم، باز یکی دیگه هم برات میتونم برو عید مبارکی باز خانه خیشایتان. صحیح است؟ آفرین. نه گریان نکنی دیگه، گریان نکنی، با ما جگرم خون میشه. بگی خیلی یکای تا داریم بریم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. این بان بگی سرشم قایم کو، ایشون بسته کو دیگه. باز امروز خانه که رفتی دیگه دای چند روز اید کار نکو. خب بخیر که بریم. بیا چندیست؟ در پس چند دانه بخرم؟ 2 دانه بخر. خب اگر کلش بخرم چی؟ ها؟ ایدکت مبارک. خوب هستی؟ جان جور است؟ خوب. بخیر هستی؟ خلاص نکردی؟ چند دانش مانده بود؟ چند دانه آورده بودی؟ 10 دانه آوردم، 5 دانه مانده. 5 تاش مانده؟ بله. خب چرا یگان جایی نرفتی؟ کالاگک نبودم خود نپوشیدی؟ نداشتم کالا. نداشتی؟ خب خیلی جایی هم نرفتی دیگه؟ خانه خیش قوم؟ نه. نرفتی ها؟ نه. خب خیلی پوخانه کای تا چندی میتی که من بخرم؟ 10 روپا. قیمت نمیگی؟ ها؟ خیلی من یارم میخرم که ما بریم یک جای میریم بخیر، یک لباس نام برات میخرم دیگه، برات یگان چیز دیگه هم میخرم، باز در خانه برو بخیر کت فامیل هم عید مبارکی کو، باز دیگه برو یگان جای چکر کت رفیقای. صحیح است؟ یگان ایدی برات میتونم، یگان سامان بازی هم بخیر. صحیح است؟ آفرین. بیا خیر این پوخانه‌تون با ما بده، بیا که بریم بخیر. بیا وطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و ایام شریف، عیدتان مبارک، طاعت عبادات قبول. الحمدلله ما اطفال که در خیابان کار میکردن جمع کردیم و آمدیم بخیر. خوشبختانه که فروشگاه هم باز بوده، خواستیم که برای اینا بخیر یک لباسه که ایدی برای هر کدامشان بگیریم بخیر و رخصتشان بکنیم برن طرف خانه‌شان، یگان مواد ایدی هم برشان بگیریم. ان شاء الله بینیدیم ما باشین. تشکر. بیای بخیر هم تو که قند کاکاش، بیای هم تو که کالا خوش کنیم، بیا هم تو که بیا. آفرین. بیا بیایم تو گک، بیای خیر ببینی. خانه کاکاش اینه بخیر براتون کل چیز گرفتیم. خب این چای خوش گرفتیم براتون. صحیح است نه؟ اینی هم بادام گرفتیم. اینه
بیا هم تو بیا بیا. ای هم برات نقل گرفتیم. این کشمش خو به خاطر که باز در سر دسترخوان تان بونی. ای هم شیرپیره سایز. ای هم سیمیان. این خود. ای هم چاکلیت. سایکو اینقدر چیز برات گرفتیم. غیر از این باز اینجا برات ام کیک گرفتیم. سایکو 2 کیلو کیک براتان گرفتیم. ای هم 2 کیلو کلچه. صحیح شد. این حال بخیر که رفتی بخیر باز کت فامیل یک جای دسترخوان ایده جور بکو باز این مبارکی که خوبه. السلام علیکم و رحمت الله. هموطنان عزیز بازم عید شما مبارک. امید دارم که نماز عیدتان بخیر خوانده باشین و روز عید بخیر و به خوبی آغاز کرده باشین. ما امروز به دنبال اطفال کارکن در روی سرک بودیم و به دلیل ضیقی وقت امروز شام هم شده ما به تعداد 11 نفر از اطفال پیدا کردیم که در روی جاده کار میکردن و الحمدلله برشان لباس عیدی گرفتیم. اینا به عید لباس نگرفته بودن، جایی نرفته بودن، برشان مواد عیدی البته میوه خوش گرفتیم و همچنان که کلچه گرفتیم. انشالله بر علاوه از او برشان 2000 افغانی من حیث عیدی مد نظر گرفتیم. ممکن است خانواده‌هایشان بعضی از مسائل مورد نیاز عید نخریده باشند و انشالله اینا را میرسانیم در پشت خانه هایشان. البته جا داره که در این قسمتی از برنامه از کسانی که در قسمت مالی ما را همکاری کردند تا عید ای اطفال نازنین که در روی سرک بود به خوبی و به خوشی سپری بکنن یادآوری بکنیم. خواهر ما بیبی حنیفه از جرمنی مبلغ 38340 افغانی ارسال کردن و ما شامل این برنامه عیدی خود ساختیم. خواهران ما امیلیا جان، فرهان جان و مدینه قدرزاده از استرالیا مبلغ 34800 افغانی ارسال کردن و مجموعاً مبلغی که ما مصرف کردیم به خاطر این برنامه 73140 افغانی است. خداوند متعال قبول درگاهش بگردانه و همچنان عید برای این دو خواهر نازنین ما هم برای خواهران ما تبریک میگیم. خداوند عیدتان قبول بکنه. البته عیدی این قندولک‌ها را میتیم و یکی مبارکی مامورشان میکنیم، بعد از او باز میبریمشان در پشت خانه هایشان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قند کاکاش ایام شریف عیدک مبارک بده. آفرین عیدک تام مبارک. اینی 2000 افغانی هم عیدکت صحیح است. السلام علیکم. عیدکت مبارک. خوب هستی؟ اینیگه کی دید باشه بگی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عیدکت مبارک. روزه و نمازت قبول. این یا میدید باشه. قند کاکاش عیدکت مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. این یا میدید باشه. بیا دیگه موتا عیدت مبارک. روزه و نماز قبول. این 2000 هم عیدت باشه. ایام شریف طاعت عبادت قبول. ایام عیدت باشه. السلام علیکم. ایام شریف عیدکت مبارک. ایام عیدت مبارک. خوب هستی؟ خوش شدی؟ بله. خوش شدی؟ آفرین قند کاکاش. السلام علیکم. خواهش میکنم عیدکت تام مبارک. خوش شدی؟ آفرین. اینه ایگه کام بگه بخیر که باز عیدت باشه. عیدکت مبارک. روزه و نمازت قبول. اینه ایام عیدی تو. سلام علیک. عیدکت مبارک. خوش نشدی؟ خواه؟ یک رقم همون تو قار وارستی. ایگه کام عیدت باشه. صحیح است بخیر؟ بخیر روزای عید بخیر به خوبی سپری بکنین. دیگه در روزای بیرون نبراین. صحیح است ان شاء الله. بخیر باشین، سلامت باشین، عید بخیر به خوبی سپری کنین در کنار فامیلتون. درست است؟ میریم و شما که شما را میبرم در پشت خانه‌تان. درست است؟ میریم بخیر. میریم بخیر. بیای از این طرف. واز کو محمد از محمد. سلام علیک. خوب هستی؟ بخیر جان جور است. تو خوبه که محمد هستی؟ دیگه کسی نیست خونه؟ هست. خواه؟ عیدت مبارک. سلام علیکم. خوب هستی؟ همشیره جان عیدتان مبارک. روزه و نماز قبول. پریشان نشوید. ما همسایتان گفته بودیم حتما برای شما نگفته. ما محمد جان بردیم براش لباس عیدی خریدیم. برای شما میوه خشک عیدی گرفتیم. کلچه کیک گرفتیم. صحیح است؟
اینه بخیر بگی اینا بر محمد جان 2000 روپیه دیام دادیم. خب بازی را شما بگیرید اگر چیز نیاز داشتید بخرید. بخیر باشه، عیدتان بازم مبارک باشه. خداحافظ.